حیاتی اون روزی که گفتین که به سفر قطر کرد بعدش چه احساسی خارجی داشتین؟ کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت سفر قطر کرد. به پایتخت قطر جالبه سفر که کرد. من این همه خبر خوندم در همیشه بده میاد بیرون. آره البته بدم نبود. نه خیلی خیلی بود دیگه. خبر فانی بود. فکر میکنم مردم خیلی هم دوست دارن و دوست داشتن و هنوزم شاید با این خاطر منو میشناسن. خودتون ولی فکر کنم متوجه نشدین چی چرا گفتین؟ متوجه شدم، سریعا اصلاح کردم. چجوری نمیشه مگه مثل شما آقای حیاتی که هر کاری کنی متوجه نشی؟ راست میگی. سریعا اصلاح کردم بله. و بعدم اومدم حالا بلافاصله یک کلیپی گرفتم در اختیار صدا و سیما گذاشتم که اون رو پخش کردن. عذرخواهی کرده بودم از من. چون ما خودمون پپق میزنیم سر صحنه واقعا دیدی مضطرب میشیم. ولی هول نشدین. شما چون اصولا توپق میزنی وقتی خوب میگی دیگه باید عذرخواهی کنی.